آقا سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. چند روز پیش یه تریلر از بازی جدید گادافوار منتشر شد که فکر کنم تا الان دیده باشیدش. بازی گادافوار لافی. اگه گادافوار 2018 یا گادافوار رگناروک رو بازی کرده باشید می‌بینید که استودیو سانتا مونیکا واقعا سنگ تموم گشته و بعد از سگان اول واقعا ترکونده. باس فایت های واقعا پشمریزون، کاتسینای فوق العاده و کلی دیالوگ خفن. و خب واقعا تا اینجا که خفن بوده. ولی خب این گیم پلی که بازی جدید منتشر کرده یه مقدار عجیبه. حالا چرا میگم عجیب؟ چون کاراکتر اصلیش اصلا کریتوس نیست و داستان راجع به زنش یعنی فی یا همون لافیه که توی سری 2018 بهش اشاره شد توسط میمیر، همون کله‌ای که به کریتوس متصل بود. تا الانم با توجه به چیزی که گیم پلی دیدم، به غیر یه کاتسین که توش فی توهم میزد که کریتوس رو دیده، اثر دیگه ای از کریتوس توی بازی نبود و مثل اینکه تنها کاراکتر قابل بازی همون فیه. حالا شاید بگید لافی که توی گادافوار 2018 مرده بود، چجوری داستان میتونه راجبش باشه؟ داستان راجب اتفاقات بعد مرگ فی و اتفاقاتیه که تو دنیای مردگان اتفاق میفته و خون و خونریزیه که راه میندازه تا از کریتوس و پسرش محافظت کنه. یه نکته عجیب دیگه ای که هم که تو گیم پلی مشخص بود اینه که اون یه شمشیر سخنگو، یه دستیاری که شبیه مکعب ژله‌ایه و از یه گربه 6 دم کمک میگیره. طبق چیزی که تو گیم پلی دیدیم، سیستم مبارزه این سری به جای استفاده از حرکات خشن و سنگین مثل کامبوهایی که توی سری قبلی داشت، مثل تبر کریتوس یا بلاد آف چاوس، همون خنجری که به زنجیر وصل بودن، بیشتر رو حملات سریع و ظریف و استفاده از جادو و آکروبات تمرکز داره. هنوز زمان مشخصی برای انتشار این بازی منتشر نشده و قراره که اول برای PS5 منتشر شه، مثل خیلی از گیم‌های جدید مثل گست آف یوتی یا خیلی از بازی‌های دیگه. ولی به احتمال زیاد بعد یه مدت نسخه PC و کنسولای دیگه‌ش هم منتشر میشه. یه بچه اشتراکی هم این بازی‌های جدید مثل اساسین شادوز و گست آف یوتی و همین گادافوار جدیده دارن اینه که یه سری محبوب کاراکتر اصلیشو عوض کردن. خب اوکی، این تا اینجا مشکلی نداره، ولی به شرطی که بخوان یه سری جدید درست کنن. مثلا فکر کن یه گیم خفنی مثل گادافوار با اون گونه فرانچایز خفن و کاراکتر اصلیش کریتوسه، یه همچین کاراکتر خفنی که نسخه جدید برداشتن عوض کردن و خواهی برید کامنت راجع به گیم رو بخونید که مردم واقعا ناراضی‌ان. خب اینم از این ویدیو. شما نظرتون راجع به این بازی چیه؟ تا ویدیوی بعدی خداحافظ.